خب آیا تلفن رو با خود به حاجتخانه بردن درست است؟ زیرا که در او قرآن است. درسته. یعنی اگر شما یک کار کنید که وقتی تلفن هاتون توالت میبرین، حاجتخانه میبرین، در آوازش اگر به شرط قرآن باشد یا اذان باشد یا یگان چیزی بگیم دینی باشد، آواز همو را بگیرید، یعنی در همو ویبراسیون مونینش. یا اینکه اگر در همین مقصد بگیم که صورت بالاش نام الله باشد یا نام پیامبر باشد یا قرآن باشد، همین هم از بالای صورت تلفناتون بگیرید. یعنی در حاجتخانه با این صورت و با این آواز داخل نشین. لیکن اگر این صورت و آواز نباشد، مثل یک نفره که حافظ کل قرآنه، همین حافظای کل قرآن حاجتخانه میرن کو. برای همین این هم مثل همونا هستی، چی باکی نداره. فقط حرکت کنیم برادرها. بسیاری مردم هم میبینی در زبانکاشون همین آیتهای قرآن هم میمونه. نمانه، لازم نیست برادرای عزیز. در داخل اتوبوس ها، مشروطه ها، در کوچه ها تلفناتون صدای بلند، در درون مسجد نماز خواندیم با صدای بلند نشیده های اسلامی میمونن دیگر. نمانین همین ها را برادرای عزیز. همه یکان آوازه که 100 دقیقه همین تلفن همونین بسه. بسیار ذوق داری برای گوش کردن چیزی که از دین هست، او را علایده در یک جای بشی و گوش که برای خودت، برای دیگرها نگذاری. بابا جان، در بانک چی به حیث بوغالتر، فراش، پاسبان، هر کاری باشد کار کنی معاشت حلال هست. ما اینو چند بار گفتیم در بانک های ما اجازت های برادر عزیز. ما امروز گفتیم عذر، زیرا که انا گویم اولا که تمام کار امروزه انا جامعه ما، دولت ما همه با واسطه بانک های. برای همین انا امروز بانک هایی که بی‌فایز کار کنند، مقصد تا حال جای خودش نیفته است. از این لحاظ در بانک های امروزه با عذر ضرورت کسی که در کدام ساحهش کار میکند انشاءالله یگان زیان و ضرری ندارد. درسته مقصد. پیشک رو کدام پیغمبر دوست می داشت و دست مالیده بود؟ اگه بسیاری بعضی آدم میگن همین پیشک میگیم یا گربه میگیم، میگه از چند بلندی پرتویش فقط با پا میزنه، با پشت نمیزنه، گویا کدام پیغمبر پشتی وای دستمال کرده. نه، اینا اصل ندارن. اینا اصل ندارن. هر چیزی که اگر از بلندی پرتوفته شود، اگر همون بگیم که همون ریاکسیه که پیشیک داره، چقدر ریاکسیه تیز داره، همون ریاکسیه را هر انسان و حیوان داشته باشد، حرکت میکند که با پا بزنه، هیچ وقت حرکت نمیکند با دست یا با سر بزنه. و یا میفهمد که یعنی با سر زدن یا با پشت زدن برای او زیانش زیاده. فقط حضرت ابو هریره که عبدالرحمن ابن صخر، یعنی که از صحابهایی که به نام ابو هیر پیامبر آوازش میکرد، که همون کس بسیار همی پیشیک دوست میداشت. یعنی با خود میگه پیشیک داشت، در دستش پیشیک میگرفت یا در خانهش پیشیک داشت، همون را که دوست میداشت. به همین خاطر همین لقب پیامبر و همین جناب عبدالرحمن ابو هریره میگیم، همون است، به همون نام گذاشته استش. خدای مهربان تنی صحت من بده و ایمان کامل نصیب من گردونه. آمین یا رب العالمین.